سلام، من شقایق هاشمیان هستم، مدرس و مؤسس آموزشگاه هنری لومیس. با اینکه در دوران تحصیلم در تیسوشان درس میخوندم، ولی هنر همیشه علاقه اصلیم بوده و با وجود اینکه روانشناسی رشته دانشگاهیم بود، اما تصمیم گرفتم که هنر رو به عنوان مسیر اصلی زندگیم انتخاب کنم. در سالهای 96-97 اولین تابلوی پاستلگچی من توی نمایشگاه نگارخانه سیتی سنتر به نمایش گذاشته شد. در سال 97 با استاد محذب از اونجا دنیای آبرنگ رو کشف کردم و عاشقش شدم. اولین تابلوی آبرنگم توی جشنواره بین‌المللی واتر کالر واندرز انتخاب شد و اولین سرتیفیکیتمو از اونجا دریافت کردم. حدوداً 1 سال بعد تابلوی بعدی من در جشنواره آبرنگ بدون مرز ترکیه انتخاب شد و در نمایشگاه همون جشنواره به نمایش گذاشته شد. بعد از اون در ورکشاپ‌های متعددی شرکت کردم و به لطف آموزش‌های بسیار خوب استادم مهارت زیادی تو این زمینه کسب انجمن بزرگ IWS هستم و مدرک مربیگری آبرنگ از سازمان فنی حرفه‌ای دارم. و اما الان ما منتظر شما هستیم تا با هم دنیای خلاقیت رو کشف کنیم.